جاذبه‌ها برای زاویه ایجاد کردن از این صراط مستقیم کم نیست. همیشه بوده این زاویه ها، امروز بیشتر از همیشه است. اراده قوی لازمه تا در مقابل این جاذبه های شیطانی بتونید مقاومت کنید. اگر مقاومت کردید اون وقت قله رو فتح خواهید کرد، کاری که از بعد از زمان رسول خدا تا امروز انجام نگرفت. قله حاکمیت دین خدا، حاکمیت حق، حاکمیت عدل، قله رسیدن به مقصود و غرض از خلقت انسانی که عبارت باشه از تکامل انسان، کمال بشری، به این قله خواهید رسید.